دوست دارم همیشه همیشه، عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه، تا کل تو پرشه پرشه، وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه. همیشه همیشه همراه من رنگ نزن، با من فقط گپ نزن، من دل نازک دارم، به شیشم سنگ نزن، قلب من از دل بر من چی میشه؟ عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه نمیشه، دوست دارم همیشه همیشه. من پیام کمدام روغن چیزی استنده بگده ای بگده ای هم دیگه بار میشه 20 ریپه برو روغن بخواه، 5 ریپه روغن بخواه. دست میام سویم باور که از باب شدیشت گیر بیا شطور درست کو میش چکار کن چی خاک بسیار رو سخت کنم. انا بابا بیا اینجا بشین. چیه بابا؟ دیوانه شدم بابا. چرا؟ نمیبینی خود یک سرگم بزنم عوضی که دست مردم. تو نمیشینی از این قول مغلام تاکیچه؟ نه. همون رفیق ما که قایستدین که 2 ماه پیش به خونه میمون نبودین. ها که بس سرای برای که چرا که بر اینجا شوله کرد؟ که برفتیم به خونه رفتیم. که زمانات هم که کردم زمانات سرایو. انا از سرای بچه سفر رفته 2 ماه هم حساب کرای سرای هم نداده، پول برق خورم حساب نکرده، پول او حساب که تشویق خیلی نکرده. انا سر بانگوالا بیانده یک سر با گپ مفت میزنه که تو زمانات از اینا که دی بیا پولای ناده یا متگر بده به دست من نمیفهم که به کجا برفته. آها من چیکار کنم؟ تو یک رای به دستم بده میشته کنم آخه اشته بالا افتادم. پول برق خورم نداره کرا چند پول؟ 10,000 ریپه کرای سرایه. مبارک باشه. تقریبا یک شاید 300-400 دشوی خیلی کنم. پول برق از این سکو، پول او از این سکو، اینا رو هیچ کدوم حساب نکرده که ایمون تو بمشه و بجسته برفته. که نمیفهم کدی تعطیری رفته که انا جای بلد باشن که برو میخنده بگیرم پولای بستونم. انا بانگوالا می خندردار که تو پولامه. تو دیدن ججال ما نشیدی به تاکیچه؟ نه بابا ما با باله بوم. چطور کنم دیگه؟ بابا جان متعال مردم قدیم میگفتن اگه شاهدی پولدار شو، اگه زامینی بی پول بیکاری زامین شو. نه چرا میکاره میکنی؟ پیارمه شما از همه جا رفیقی و هم خدا میدانه از کجا باشه که اتوبوس دیزل تماما اسکا داره او ندش. حالا من چی بار کنی؟ اول مادر تو نیه بخونه؟ مادر ما برفتم خونه خالمه که ما چون گفتم میرم خود اینا با خرید بخوام چون چی میخرم به عروس خو. خوب گفتم من لوبیا برام که گفتم بابال که تو بیار تو دلچینیر باشه. چی کار کنی؟ چطور کنم دیگه؟ یا همین بانگوالا فقط شیل میه که پا خواهم یک کش نکده میگه اصلا ازم دست را شورده میخوره باید پیلامر بدی یا مگر متکر بدی به دستمه. کاش که وقت یک شماری هم ازی بخون بستانم.
سکو کی نگیلک در سرا خب ما بابا دیگه بار میکنن دیگه میسوزه با ما برو که تو دک تیار میکنی شاید دلچینی باشه بابا هرچی می بابا من رفیق دارم یا بلوگ مفخوره یا بلوگ یخزده همین رفیقا بابا من همه گردن ما بند باشه فقط اینا سیل آورده وای 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 حالا بیایم بابا تاون بدون مرتگه یلا بینده گردن ما بند باشه مگرم فرشا تا خونه خود بفرشی بابا بریم پولا زمانت خود بده زمانت بدی چی همینه دیگه کنه سلام علیکم بگین امی نفره که شما ضمانت کرده چی نومدش قیس الدین قیس الدین نومدش امی که سرار بجو به کرایه داد میشه حالا به من زنگ زدم که بیامدم به سرا که در سرا وای هیچ کی نیه به سرا ریز پاش خوشه جمع کرده برفته دو ماه کرایه سرا قرض داره پول او نداده پول برق نداده چا فاضلاب هم پوره اینو ضمانت کردیم نفر بجسته کرایه خورم عمل سهی نمیداد از اول ابتدا من چند بارم به شما بگفتم ضمانت کردیم نفر بجسته انا نگمه شما رو میشناسم خو یعنی من چیکار کنم هیچی سرا مردمه مرتکه پول خورمایم ما دفترم من مسئولیت میمینه که پول کرایه مرتکه جمع کنم بدم به دست دیو شما چی میگین لالو اوه لالا نمیته اینه ولی رسلی میگی اوه نه میایم بیاین که بدم شما نشون دم بابا رفیق منی تو نیه که تو آدمی باشه باشه رفیق به سر رفیق شما اعتماد میشه آنه وقت است برفته کرایه خورا نداده پول و برقی نه هم بمونده ولی برفته بله یا ما به شما که دروغ نیاز ندارم بیام درس شما رو بدید استفید همین جگاه ویدیو کنم از سرا بگم چه کار و فلانه اگه قبول نداریم بیاین برای من درس سرا که به شما نشون دم شما شماره تلفنی چیزی از این ندارید چی اصلا یک اشتباه بکنم شماره تلفن از این هستون شما شماره تلفن از این هستونده حالا که ماما جو بله یا بیایم به دفتر یا معامله خورا فصل کنیم دو مکرای سرا پول او برق و اینا همه بمونده بی مرتکر پیدا کنیم نمیکنیم مسئولیت به دو شما نه صاحب سرا مر میشناسم من شما رو میشناسم ضمانت کردم من رفتم خدا حافظ خب پس دیگه چیکار کنم هر رقم شما میفهمیم میتونیم من به شما بگفتم شما ضمانت کردیم خلاص من رفتم خدا حافظ خب پس دیگه شما مقدار صبر کن که من درک که زیر بزنم سگم کجا رفته آن سر و 4 روز شما فرصت میدیم پیدا کنیم صاحب سرا مر میشناسه پول خور از ما مال فقط شما مر در روز مولات دین سلام علیکم سلام شکر خوبی بخیر سلامتی شکر زنده باشین بگم برو شما کجا برار من به این مله اگر عروسی بودم و عروسی رفتم و یک زنگ بزنیم رو اینا و علیکم السلام شکر خوبی بخیر سلامتی شکر زنده باشین بگم برادر شما کجا برار من بله به یک عروسی رفتم بگم امی نفری که من ضمانت کردم رو درک که نداره برو خوب کردم شما اون نفر که ضمانت کرده بود نه خوب من چیکار کنم بگو چیکار کنم خود شما تو برادر شما در سرا سر جنجال رو کرده این کرده شما اون مامایی که ضمانت کرده بودین پیدا نکردین نفره نه پیدا کردن نتونستم خب چیکار کنین خود شما من چیکار کنم برو اون نفره که شما اصلا نمی اجی که خوب
نفری که نمیشناسین حالا برار با برار ضمانت نمیکنه. شما ضمانت رفیق خور کردید. من چی میفهمیدم برو این رفیق ما بود اداری عسکری رفیق ما بود. من چی میفهمم که میتونه آدمیه؟ خب کاکا جان نه پول برق داده نه پول کرایه خونه داده. حالا ما چه کار کنیم؟ باشه من برا خور زنگ بزنم که سعی چه کار میکنه خود شما. سلام لالا خوبی بخیرین؟ شکر زنده باشین. لالا ما به دفتر ما این مامایی که ضمانت کرده بودن از یک لالا از رفیق که ضمانت کرده بودن از اون خونه بابت خونه. های انا اینا بی اومدن میگه من از اون نفر درکی نه دیگه ماما نمیشناسین. همونا که ضمانت کردن. انا ماما بی اومدن میگه من 4 روز 5 روز میشه که برای میگردم اونا رو پیدا نکردم. انا ما چه کار کنم؟ آن میدن دستنا. بله لالا شنیدم تیار خوبه شکر. لالا من تقریبا 4-5 روز نشون برای میادم بگشتم پیدا کردن نتونستم برای خوبه کردم. حالا من چه کار کنم؟ کاکا جان من چه کار کنم؟ کجا بیارم که تو میگی مگه پول سود میکنی سلام میکنی بعد پول بیاری؟ من کجا بیارم؟ خب میگم تو بیا خونیم به سه تحلیشی که غیر فرشا تا خونیم بگی که بفروشی که ساگو همه پول خوبر داری. من کجا بیارم؟ من به بلا کنه افتاده که ضمانت کردم. خب میگم ایت 1 روپیه 1 دینار ندارم لالا بیام گفتم کیسا منم تلاشی کن بگرد میفهم یا نه؟ تو هم یک سر میگه مردم فرصت نمیدی که من گفت دانم همیجی. وقتی که حالا من پیدا کرده نتونستم اگه پیدا شد که خوب تو اگه نشد لالا هم هفته 5 ساعت با تو میدم برای خوب اگه من دیگه داده نمیتونم. و میره قناعت داری که خوب تا خونده داری که رد مریل کده گاجر گفتن ندار که موقع یک ساعت تو کلاب بسته اونو. خب لالا 1000 داده نمیتونم همون هفته 5 ساعت داده میتونم بیشتر داده نمیتونم و هم مگر میسا که بخگلی و چا خوب بگیرم که من 5 ساعت تو نخ کنم. خب خداحافظ شما خداحافظ. عجب مردم به بالا افتادم خود از این مردم. بگی کاکو آجی که اصلا خراب نکنی. چی اصلا خراب نکنی کاکو؟ من مرغ شما یک رنگ داره کاکو یلا کنی رد مردگه